طرح ایجاد تونل انتقال آب چشمه لنگان به منظور انتقال آب رودخانه‌های سیبک و سرداب و چشمه لنگان به رودخانه زاینده رود طرح مطالعاتی کامل شده‌ای بود که جهت اجرا به پیمانکاران سپرده شد و بالاخره عملیات اجرایی آن از سال 1375 آغاز گردید. در آغاز عملیات حفاری نیاز به دستگاه‌های مجهز حفاری چون TBM ضروری به نظر می‌رسید. همچنین جهت پیشرفت کار و بالا بردن بهره‌وری علاوه بر استفاده از دستگاه TBM قسمت‌هایی از تونل نیز با انفجار مورد حفاری قرار گرفت. تونل انتقال آب چشمه لنگان به جز طرح‌های تکمیلی آن مانند خدنگستان که در سالهای آینده شاهد عملیات اجرایی آن خواهیم بود از دو پاره جدا از هم تشکیل شده است. پاره اول که به آن تونل اصلی میگویند 13765 متر طول دارد و قسمت اعظم حفاری آن توسط TBM انجام شده است. لاشه سنگ‌های حاصل از حفاری TBM توسط واگن‌های لوکوموتیو متحرک در داخل تونل به نزدیک تونل‌های قابل دسترسی آورده می‌شود. لاشه سنگ‌ها از واگن‌ها تخلیه شده توسط کامیون‌ها از تونل خارج می‌شود. این کار مادامی که دستگاه TBM در حال کار کردن است انجام می‌شود. ناگفته نماند تمام قسمت‌هایی که به عنوان جبهه کار از آنها نام برده شد مانند تونل دسترسی مزرعه قاضی و تونل دسترسی سیبک در طول تونل پراکنده‌اند و از همه آنها جهت آماده شد کارگران، کامیون‌ها و ماشین‌آلات استفاده می‌شود. پس از عملیات حفاری نوبت به لاینینگ کردن تونل می‌رسد و گام اول برای لاینینگ کردن آرماتوربندی تمام سطح تونل است. کاری طاقت فرسا که به وسیله نیروی انسانی انجام می‌گیرد. کارگرانی که در 3 شیفت 8 ساعته در عمق چند صد متری زمین تمام تلاش خود را می‌کنند تا آهن‌های سرد را به هم پیوند دهند. بالاخره آرماتورها در 2 مقطع اصلی کامل می‌شوند. دایره‌ای و نعل اسبی. کارگران به خاطر سرعت بخشیدن به روند لاینینگ کردن تونل مجبورند در همان فضای کارگاهی در میان آهن و سنگ و آب غذای خود را صرف کنند تا وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشود. اما این پایان کار نیست. با کمی گرم شدن هوا کارگران به محل کارشان باز می‌گردند و عملیات ساخت سد ادامه می‌یابد. غافل از آنکه بارش‌های زمستانی دست بردار نیستند و این بار سیلی عظیم همه چیز را با خود می‌برد. اینجا پاره دوم تونل معروف به تونل فرعی انتقال آب چشمه لنگان است و کارگران در حال تزریق بتون به دیوارهای تونل هستند. مقطع تونل در اینجا به شکل نعل اسبی است و قطر نهایی لاینینگ آن 35 سانتی متر است و اینجا تونل اصلی است که مراحل لاینینگ آن به پایان رسیده. مقطع تونل در اینجا به شکل دایره‌ای است و قطر تمام شده آن 35 سانتی متر است. 80 متر پایین‌تر از چشمه لنگان دهانه ورودی تونل فرعی است. قطر تمام شده این دهانه ورودی که شکلی شیپوری دارد 3 متر و طول تونل آن 1634 متر است. حد اکثر ظرفیت آب قابل انتقال آن 22 متر مکعب در ثانیه است. 20 متر پایین‌تر از دهانه ورودی تونل بند انحرافی چشمه با ارتفاع 7.2 متر ساخته شده. وظیفه این بند انحراف آبی است که در حال حاضر به سمت رودخانه دز در جریان است. اینجا خروجی تونل فرعی چشمه لنگان است که آب منحرف شده چشمه را به دریاچه سد اصلی هدایت می کند. این فضای در حال آماده سازی که در مسیر رود سرداب قرار گرفته است، دریاچه سد اصلی تونل انتقال آب چشمه لنگان می باشد. طول این دریاچه از یک سمت 1.5 کیلومتر و از سمت دیگر 1.9 کیلومتر است. در سمت شمالی دریاچه سدی در حال ساخت است. این سد از نوع بتونی با 18445 هزارم متر ارتفاع، 97.45 متر طول و 7 متر عرض سد اصلی تونل به شمار می رود. این سد توانایی آن را دارد که 9 میلیون متر مکعب آب در دریاچه پشت خود نگه دارد و آن را به سمت تونل اصلی منحرف کند. تونل اصلی با 13765 متر طول دارای 3.2 متر قطر با پوششی از بتون مسلح است و حداکثر ظرفیت انتقال آب آن 22 متر مکعب در ثانیه است. این تونل مجموعاً سالانه 195 میلیون متر مکعب آب را به حوزه آبریز زاینده رود منتقل می کند. در این محل کارگران و کارشناسان در حال ایجاد سازه‌ای گسترده‌اند که با آن می‌خواهند دهانه خروجی تونل را نمایی خاص ببخشند
که آبران در کناره‌های آن بایستند و به حاصل دسترنج صدها کارشناس و کارگری نگاه کنند که پس از 15 سال تلاش این پروژه عظیم را در سال 1384 به سرانجام رسانیدند.